سلام، میخوام امروز بهتون یه رشته جذاب معرفی کنم. یه رشته‌ای که نقش مهمی تو سیستم اقتصادی داره. فارغ التحصیلای این رشته به ندرت با مشکل بیکاری مواجه میشن و یکی از پرمتقاضی ترین رشته های بازار کار. اینقدر مهمه که یه روز جهانی به نامش نامگذاری شده. بله، رشته پرطرفدار حسابداری. اگه میخواین خیلی خلاصه با رشته حسابداری، بازار کارش و توانمندی‌های مورد نیاز برای ورود به این رشته آشنا بشید، بهتون توصیه میکنم این کلیپ رو تا آخر ببینید. هر واحد اقتصادی به یه حسابدار نیاز داره. فرقی هم نمیکنه یه شرکت کوچیک باشه یا یه هلدینگ بزرگ، چون تمام امور مالی اونها توسط حسابدار انجام میشه. حسابداری یه فعالیت خدماتیه که وظیفش آماده کردن اطلاعات مالی برای واحد اقتصادی. حسابدارم اطلاعات مالی رو جمع‌آوری، طبقه بندی و خلاصه میکنه و گزارش‌های مالی و صورت‌های حسابداری رو تهیه میکنه و برای کمک به تصمیم‌گیری بهتر اونا رو در اختیار مدیران، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، سازمان‌های مالی و اقتصادی دولتی قرار میده. حسابداری بازار کار گسترده‌ای داره و ما خیلی خلاصه گرایش‌های این رشته و بازار کار هر کدوم از این گرایش‌ها رو بهتون معرفی می‌کنیم. حسابداری مدیریت. هدف این شاخه از حسابداری بالا بردن توان تصمیم‌گیری مدیران تو امور مالیه و استراتژی اقتصادی رو برای شرکت‌ها تعیین می‌کنه. افراد تحصیل کرده تو این زیر شاخه به عنوان مدیرعامل، عضو هیئت مدیره و یا مشاور در کنار مدیران ارشد شرکت‌ها مشغول به کار میشن. حسابداری مالی یا حسابداری گزارشگری از اصلی ترین و پرطرفدارترین رشته‌های دانشگاهی حسابداریه. هدف حسابداری مالی نگارش و تنظیم صورت‌های مالی تو نرم افزارهای حسابداریه. بانک‌ها از اصلی ترین استفاده کنندگان از گزارش‌های حسابداری مالی هستند و اعتباراتشون رو با در نظر گرفتن صورت‌های مالی شرکت‌ها لحاظ می‌کنند. بازار کار این شاخه از حسابداری هم شامل تمام واحدهای تجاری و غیر انتفاعی میشه. حسابداری مالیاتی. همه امور مالیاتی که شامل تنظیم اظهارنامه مالیاتی و محاسبه میزان مالیات بر درآمد بر اساس قوانین و مقررات رو بر عهده داره. کسایی که در شاخه حسابداری مالیاتی استخدام میشن میتونن در به حداقل رسوندن پرداخت مالیات، تهیه صورت‌های مالی برای گزارش‌های مالیاتی، مشاوره در زمینه تأثیر مالیات بر کسب و کار و راهکارهای کاهش مالیات به شرکت کمک کنند. بازار کار این شاخه شامل تمام واحدهای اقتصادی. حسابداری دولتی که وظیفه کنترل هزینه‌های دولتی رو داره. مثلا دولت برای ارائه بودجه هر ساله به مجلس نیاز به مشاوران و حسابداران دولتی داره. بازار کار این رشته هم تمام نهادهای دولتی. حسابداری هزینه یا بهای تمام شده. هزینه محصول و خدمات رو با در نظر گرفتن همه عوامل دخیل در تولید بررسی می‌کنه. مهمترین هدف حسابداری هزینه کمک به واحد مدیریت تو تعیین قیمت و کنترل هزینه‌های تولیده. حسابداری صنعتی. تو این شاخه صورت‌های مالی تولیدات صنایع بررسی قرار می‌گیره و بازار کارش شامل تمام واحدهای تولیدی و صنعتی میشه. حسابداری بیمه. همونطور که از اسمش پیداست، دانش آموختگان این رشته برای انجام فعالیت تو شرکت‌های بیمه آموزش داده میشن. حسابداری بانک. فارغ التحصیلای این رشته تو همه شعب بانک مشغول به فعالیت میشن به عنوان کارمند یا در سطوح بالاتر به عنوان رئیس بانک. حسابرسی. وظیفه شاخه حسابرسی ارزیابی صورت‌های مالی شرکت.
حسابرسان میتونن شامل حسابرسان داخلی شرکت و حسابرسان خارجی باشن. حسابرسان خارجی مستقل از شرکت فعالیت میکنن و تمام عملیات مالی شرکت ها رو با موازین حسابداری و قوانین مالی تطبیق میدن. حسابرسان داخلی در واقع کارمند واحد رسیدگی به مسائل مالی هستن و گزارش فعالیت های خودشون رو به هیئت مدیره و مدیر عامل میدن. حالا دیگه وقتشه که بدونیم برای ورود به این رشته چه توانمندی ها و شایستگی هایی نیاز داریم. علاقه به امور مالی باید داشته باشیم و تجزیه و تحلیل اون رو دوست داشته باشیم. چون حسابداری زبان اعداده و همه گزارش ها و بیان وضعیت شرکت هم باید به زبان اعداد باشه، بنابراین حسابداری مناسب افرادیه که رابطه خوبی با اعداد و تجزیه و تحلیل عددی دارن تا بتونن همه گزارش های مالی شرکت رو به صورت عددی بیان کنن. پس کسایی که به علم ریاضیات و محاسبات علاقه‌مند باشن میتونن تو رشته حسابداری موفق عمل کنن. مهارت کافی تو حوزه فناوری اطلاعات داشته باشیم. ادبیات ما باید انقدر قوی باشه که بتونیم راحت گزارش نویسی کنیم و اصطلاحاتی که توی قوانین و آیین‌نامه ها به کار رفته رو بلد باشیم. قدرت بدنی مناسب برای تحمل ساعت‌ها کار در پشت یه میز رو داشته باشیم. حتما باید منظم باشیم و کارها رو درست و به موقع انجام بدیم. باید تو بررسی و ثبت جزئیات دقیق باشیم و برای پیدا کردن اشتباهات و درست کردن اونها خیلی صبور باشیم. رازدار و قابل اعتماد بودن، روابط عمومی بالا و فن بیان مناسب از شایستگی هایی هستند که برای یک حسابدار ضروری هستند. ورود شما رو به رشته جذاب حسابداری خوش آمد میگم.